امروز ما آقایون میخوایم ثابت کنیم که تشخیص وسایل زنانه اونقدر هم سخت نیست. خانوما سر دوش مخصوص دارن، این از اوناست که شیر میدوشه، از اونایی که تهش یه دونه میبندن میذارن رو سینه خانوما شیر میدوشه. دلیلش هم نمیدونم ولی قیافش میخوره همین به کابلش باشه. مطمئنم همین هم هست. آبی هم هست. این دیگه دستگاه شکنجه است. اینو از کدوم ور استفاده میکنه؟ یه بولدوزر البته صورتیش. بگید که این دستبند گردن من خیلی ترسناک، هرچی بیشتر بهش نگاه میکنم بیشتر فکرای ترسناک بزنم میاد. اینو فکر کنم خانمایی که سینه سنگین دارن اینو بلدن که سینه‌شون سنگین نکنه. اینو خوب بلدن ها. خاک بر سر. مدرسه میرفتیم از اینه داشتیم. ما مداد نوکیمون اینجوری بود. اینم گونیاست. یه 3 تا ابرو واسه داشت فقط. چشمه، اینا چشمه توش. دو چشمم داره. واسه اندازه‌گیری چشمه. موچین. اینو میدونن چیه. این دو تا گزینه دارم براش. یا پیک گیتاره یا جا حلزون. نه چی میگن جا اونی که صدف میذاره روش. نه تو تلف روشو میزنن بعد گردن من از رایزون چی میگم بهش. جا طلایی. این یکی 100 دفعه گوش بکنه. قهوه‌اش برای پوستای تیره است، روشنش هم برای پوست فرقی نداره. احمق فقط واسه خانوماست. چرا وقتش سوراخ داره؟ اینو چیز می‌کنی، میذاری تو دست، میذاری اینجا قسمت. تو کامنت ها بگید چند تاشو درست گفتم. یک بار دیگه آقای پیروز شدن.